کارشناسان نظر خود را درباره هدف سفری وزیر کارهای خارجه چین به کشورهای آسیای مرکزی در پس‌منظر رویدادهای افغانستان اظهار نمودند. به عقیده آنها جنگیان از شرکت‌های خصوصی نظامیان چینی می‌توانند در تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان پیدا گردند، می‌نویسد یورازیا تودی. یادداشت می‌کنیم که سفر وزیر کارهای خارجه چین از 12 تا 16 ایول ادامه داشت و در جریان آن او با وزیران کارهای خارجه تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و اینچنین با سران این کشورها گفت و شنید دوجانبه انجام داد. وزیر کارهای خارجه چین وان ای در اشخاباد و دوشنبه اظهار نمود که چین به ترکمنستان و تاجیکستان حفظ عنعنوی و غیر مقرری امنیت دولتی را کفالت می‌دهد. وی اینچنین در خصوص دستگیری پکین نیز در تاشکند خبر داد که به آنجا روز 15 ایول با سفر 2 روزه تشریف آورده بود. به عقیده کارشناس نظامی یوری لیامین، چین می‌خواهد موقعهای خود را در آسیای مرکزی دفاع کند. سخن درباره کنتینگنت شرکت‌های نظامی خصوصی برای حفظ انشاءات سرمایه‌گذاری چین در ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان می‌رود. این است هدف سفر وان ای به این کشورها، گفت کارشناس. شماره کمی شرکت‌های نظامی خصوصی چین در همان افریقا نیز موجودند. در کشورهای آسیای مرکزی باشد تجارت چین معدن‌ها را استخراج کردن است. از این رو احتمال سخن درباره انشاءات‌های مذکور می‌رود، گفت او. And they've been sort of very interested in using Central Asia as a way to secure. جالب دقت است که ناظران مستقل بارها مقامات کشورهای منطقه آسیای مرکزی را برای سیاست جنایی اقتصادیشان تنقید می‌کردند که به فروش ذخیره‌های اقتصادی کشور به خارجیان روانه کرده شده است و در نهایت با بهانه حمایت منفعت‌های اقتصادی این کشور به استقرار ارتش خارجی اجازت می‌دهند. یادداشت می‌کنیم که ماه فوریه سال 2019 در وسایط اخباری عامه معلومات درباره حضور پایگاه نظامی چین در قلمرو ناحیه مرغابی ولایت بدخشان در مسافت چند کیلومتر دورتر از مرز با چین پیدا شد که این را عکس‌های ماهواره‌ای اثبات می‌کنند. باید قید کرد که استقرار کنتینگنت حربی خارجی نه تنها خطای سیاسی است که باعث از دست رفتن صاحب اختیاری می‌گردد، بلکه از روی دین اسلام گناهی بزرگ نیز به حساب می‌رود، زیرا این به غیر مسلمانان بر دارالاسلام امکانیت حکمرانی می‌دهد. در ماده 190 لایحه سرقانونی که آن را یکی از پارتی‌های سیاسی اسلامی آماده کرده است گفته می‌شود بستن همه گونه عهدنامه‌ها و پیمان‌های نظامی، اینچنین عهدنامه‌های سیاسی و بستن سازشنامه‌ها درباره اجاره پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌ها کاملاً جایز نیست.